با سلام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از قسمت‌های آموزش GDS. در خدمت شما هستیم با قسمت DTC گاید. قسمت شاپ منوالو که تو قسمت 1 براتون گذاشتم، الان میخوایم DTC گاید رو با هم کار بکنیم. وارد DTC گاید میشید و یعنی کد خطا، راهنمای کد خطا. من دوباره مثل پارت قبل سوناتا NF رو انتخاب میکنم، موتور 2.4 DOHC و سال 2008. خب اینجا میاد یه سری گزینه ها رو براتون میاره. شما یه کد خطا دارید، برای مثال تو قسمت انجین حالا یا ایربگ، قسمت انجین که میزنید قشنگ ببینید براتون کد خطا رو میاره، لیست کرده به ترتیب کامل، تمام کد خطا رو داره. خیلی مرتب و کاربردی و قشنگ تمام کد خطا رو داره. تو قسمت ESP میبینید که تمام کدهای خطا رو داره. ایر کاندیشن، سیستم کولر، یه مقدار اگه حوصله به خرج بدید، حتی دوستانی که زبان بلد نباشن هم خیلی راحت میتونن از این سیستم استفاده کنن برای عیبیابی. برای مثال حالا ما میخوایم توی قسمت انجین میریم و کد خطای P2011 همین اولی رو، این کد خطا رو ما توی ماشین داریم، مشتری اومده چراغ چکش روشنه، P2011. اگه اشتباه نکنم یکی دیگه کلیپ من از همین P2011 گذاشتم توی کانال، میتونید ببینید و استفاده کنید انشالله که به دردتون بخوره. قسمت جنرال اینفورمیشن، اطلاعات عمومی، این کد خطا رو بهتون میده، یه مقدار معرفی میکنه و کم کم جلو میریم همراهش. خب این کد خطا معمولاً برمیگرده به نوشته که اینجا خدمت شما بگم، اینجا نوشته که براتون بخوام دقیق تر بیارم، کمشافت پوزیشن تایمینگ اوور ادوانسد یا سیستم پرفورمنس. خب این میاد میگه که کمشافت میل سوپاپ پوزیشنش درست نیست، آوانس یا اینکه پرفورمنس سیستم حالا به هم خورده، درست نیست. حالا میل سوپاپ چرا میتونه به هم بخوره؟ میل سوپاپ چرا میتونه به هم بخوره؟ شما این خطا رو اگه داشته باشی، شاید یه آدم معمولی فوری بره سراغ حالا سنسور میل سوپاپ، ولی در صورتی که اینطور نیست، شما باید بری علت اصلیشو پیدا بکنی. توی این ماشین الان اومده اینجا به شما شیر OCV رو نشون داده، یعنی شیر OCV شما اگه درست کار نکنه، شما آوانس و ریتارد میل سوپاپت به هم میخوره و این خطا رو براتون ثبت میکنه. با یه گوگل ترجمه، گوگل ترنسلیت بذارید رو دوربین، اینا رو قشنگ براتون مو به مو میاد ترجمه میکنه و میگه که به ترتیب شما چه کارهایی انجام بدی، چیا رو چک بکنی، اگه اینو چک کردی و اوکی نشد سری بعد چی کار بکنید، اگه اوکی شد که حالا هیچی. بعد میاد یه سری نقشه ها رو بهتون میگه. من اینو زوم بکنم ببینم خب این چه نقشه ایه. خب مثل این که زوم نمیشه این.
بذارید نه این زوم نمیشه. خب این اومده اینجا یه نقشه کوچیک گذاشته براتون. خب الان چیزی که من دارم میبینم، شما اینجا PCM رو داری و اینجا جانکشن باکس رو داری، جعبه فیوزتونه، یه دونه رله اینجاست، برق مثبت اومده و اینم شیر OCV شماست. یه دونه برق مثبت اومده با رله اومده وصل شده به این شیر OCV شما. یه فیوز هم اینجا بین راهش گذاشتن. PCM اومده سمت دیگه شیر OCV رو بهش فرمان میده که چطور کار میکنه. توی این قسمت اومده پایه های 1 و 2 این شیر رو کشیده و اینجا براتون مشخص کرده پایه 31 و پایه اگه اشتباه نکنم 60. این دوتا پایه رو اومده براتون کشیده روی ECU که کدوما با هم ارتباط دارن و اینجا هم اومده دوباره این گوشه اومده یه اطلاعاتی به شما داده C44 و اینجا اومده GC01. اینا رو تو قسمت‌های بعد شما روی اینا اگه کلیک بکنی یه مقدار دنبالش بری متوجه میشی که C44 منظورش چیه و GC01 منظورش کدوم کانکتوره، این کدوم کانکتوره و این کدوم کانکتور. یه مقدار اینا رو بریم جلوتر قشنگ میشه زوم کرد و پیدا کرد. خب میریم تو قسمت بعد. خب ببینید اینجا اومده گفته که این سوکتش رو براتون کشیده. سوکت 1 میشه کنترل، سوکت 2 میشه پاور، برق مثبت شما، دائم شما، پایه 2، پایه 1 هم میشه کنترل از ECU. دونه دونه اومده اینجا بهتون گفته که چیا رو چک بکنید. OCV رو باز بکنید و حالا این قسمت مثلا اومده گفته که چک OCV and فیلترش رو گفته چک بکنید. یه فیلتری روی سوپاپ OCV داره، کیپ میشه خیلی اوقات 80-90% مواقع به خاطر روغنای بی‌کیفیتی که ما داریم این فیلترها کیپ میشه و مشکل به وجود میاد. خب قسمت بعدی بریم سراغ یکی دیگه از ایرادا. برای مثال بریم سراغ سنسور اکسیژن. ببینیم در مورد سنسور اکسیژن چی گفته. ببینید اومده جانمایی که الان قشنگ مشخص کرده براتون کجاست. تو قسمت جلوی موتوره، اینجا میشه جاش. اومده دمای کارکرد مثلا به شما گفته که باید بیشتر از 650 درجه باشه. اکساست گاز تمپراتور بیشتر از 650 درجه سانتیگراد و مقدار ولتاژاشو اومده گفته. نقشهشو براتون کشیده، اومده قشنگ تو این قسمت ها. و اینم اومده نمودار براتون کشیده که تو دیاک شما بتونید پیدا بکنی. بریم قسمت بعدش دوباره ببینیم قسمت بعدش چی گفته بهمون.
اومده سوکتشو براتون کشیده. شماره 1 سیگنالتونه، 2 منفیه یا زمین، 3 پاور، 4 هم هیتر کنترل گرم کنه سنسور اکسیژن شماست. یه سری راهنمایی رو اینجا داره که برای راحت تر شدن کارتون میتونید از گوگل ترنسلیت استفاده بکنید.